سی جینگ پین رئیس جمهوری مردم چین یا خطای روز 20 مارس سال 2023 اولین بار پس از حمله مسلحانه روسیه به اوکراین و پس از جدیداً برای سومین بار رهبر چین انتخاب شدنش به روسیه سفر کرد. این سفر در حالی است که 4 روز پیش دادگاه بین المللی جنویی یا دادگاه بین المللی گاگا حکم بازداشت پوتین را در رابطه به دست داشتن او به جنایت‌های جنگی در اوکراین صادر کرد. پس از رسیدن به مسکو سی در اولین اظهارات نظر خود در فرودگاه به روزنامه‌نگاران گفت روسیه برای چین شریک بااعتماد است. از این رو من امیدوارم که این سفر پرثمر خواهد بود و به آینده مناسبت‌های چین و روسیه تکان جدی خواهد بخشید. زیرا پوتین در کرمل پیشواز گرفت. طور رسانه‌های روسی نمایش دادن پوتین به همتای چینی خود میگوید که دوستی عزیز به روسیه خوش آمدید. در ادامه پوتین افزود میدانم که شما شخصا و همه دوستان چینی ما به مسائل بین المللی نگاه منصفانه دارید. در نوبت خود سی نیز از پوتین توصیف نموده او را رهبر قدرتمند خطاب نمود. به دلیل رهبری قدرتمند شما در سالهای اخیر روسیه به پیشرفت چشمگیر نوئل گردیده. از این لحاظ من با باوری کامل گفته میتوانم که در انتخابات سال آینده شما از حمایت بالای مردم روسیه برخوردار خواهید شد. یکی از مسائل کلیدی که در این سفر سی جینگ پینگ با پوتین بحث میکند حمله روسیه به خاک اوکراین است. پیشتر رسانه‌ها نوشته بودند که پوتین پیش از هجوم به اوکراین با رهبر چین مصلحت نکرده است و حتی او را در جریان هم نگذاشته است. بنا به خبرها آن زمان این رفتار پوتین سی جینگ پینگ را ناراحت کرده بود. در دیدار روز 20 مارس پوتین به اشاره به طرح صلحی که پکین پیشتر برای حل این جنگ در اوکراین به طرفها پیشنهاد کرد گفت که با پیشنهاد جانب چین در رابطه برای حل بحران اوکراین شناس هستند و برای بررسی با آن با آقای سی ضمن این سفر فرصت مناسب پیدا خواهیم کرد. رسانه‌ها گزارش دادند که بریتانیا و اوکراین از سی جینگ پینگ خواستند تا ضمن این سفر خود به روسیه برای پایان دادن به جنگ حد اکثر کوشش‌هایش را به خرج بدهد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه اوکراین به رسانه‌ها گفت که در اوکراین ما سفر آقای سی جینگ پینگ را پیگیری داریم. امیدواریم که رهبر چین از نفوذ خود بر مسکو برای پایان دادن به جنگ استفاده کند. در همین حال سخنگوی دولت بریتانیا هم گفته است که سی باید در مسکو پوتین را تشویق کند تا نیروهای خود را از خاک اوکراین بیرون برآورده و بمباران شهرها، بیمارستان‌ها و مکتب‌های اوکراین را بس کند. ماه فوریه سال روان پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته بود که مایل است با سی جینگ پینگ دیدار و در مورد طرح صلح پیشنهاد نموده چین گفتگو کند.